سلام خدمت دوستان عزیز. میخوام آموزش کاربرد سوم فایل کامبینیشن رو بهتون توضیح بدم که کاربرد سوم به چه شکلی و چه حالتیه. کاربرد سوم زمانی که گوشی برای شما میارن، گوشی قفل FRP داره و شما میتونید توسط فایل کامبینیشن که بر اساس اون مدل گوشی موجود هسته شما میتونید یک سری کارها انجام بدید که بتونید حذف FRP رو انجام بدید. مثلا به فرض مثال توی گوشی J5 که ما فایل کامبینیشن رایت کردیم، گزینه اول گوشی باید در حالت دانلود مود باشه تا بتونه بایپس FRP رو انجام بده و گزینه بعدی که میبینید گزینه ریست FRP زده، پیش نیاز حذف FRP روشن بودن گزینه USB دیباگینگ هستش. ما میتونیم توسط فایل کامبینیشن که دانلود میکنیم و دریافتش میکنیم فایلو، قسمت PDA که ما و زمانی که من فایل کامبینیشن رو اینجا آپلود کردم، یکی از قابلیت باکس یا دانگل اینه که من میتونم هر پارتیشنی که بخوام رو بتونم رایت کنم به گوشی. یعنی من بگم به فرض مثال این پارتیشن رو رایت کن، این پارتیشن رو رایت نکن. ولی متاسفانه برنامه اودین این قابلیت نداره و زمانی که من فایل رو اینجا آپلود کردم، یه 3 نقطه قسمت جلوی فایل من قرار داده شده که این 3 نقطه رو میزنم که لیستی از پارتیشن های فایل رو به من نشون میده. من در این حالت که اگر بخوام گزینه USB دیباگینگ یا ADB رو بتونم روشن کنم، باید تیک این گزینه ها رو همشون رو بردارم و فقط تیک فایل boot.img رو بزنم و زمانی که این تیک رو زدم و روی گوشی رایت کردم، گوشی در حالت عادی سیستمال یا حالت قفل FRP میاد بالا، منتها با گزینه فعال شده به اسم گزینه ADB یا USB دیباگینگ و دسترسی کامپیوتر به گوشی بیشتر شده و در اون حالت که من ADB یا USB دیباگینگ من فعاله و گوشی رو در حالت روشن وصل میکنم، در اون حالت قفل FRP و اینجا سیستم میشناسونمش بهش، گوشی اینجا سلکت میکنم و زمانی که سلکت کردم از گزینه ریست FRP رو ازش استفاده میکنم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و فالو فراموش نشه.